این نیست، اینم نیست، این که اصلا نیست. ها اینه. اوف چه بچه خوش تیپی بوده. باشه تو هم بدک نیستی، حالا ناراحت نشو. کی اینا رو فرستاده؟ آدمایی که مزایده رو به گند میکشن، فاسدای بالقوه. اونا نمیتونن باشن. یعنی برای تهدید کردن ما ریسک نمیکنن آدمای خودشونو بفرستن. پس اینا رقیبامون هستن. نمیتونن رقبامون باشن. یعنی بدون اینکه عکس‌ها رو کاری کنن چرا برامون بفرستن؟ تو کی هستی؟ هر کی میخواد باشه، ما کار خودمونو کردیم دیگه. ای بابا. فرخ برو قهوه بخور، صورتتو بشور، نمیدونم یه کاری بکن حالت بیا سر جاش، فکر کنم ببینم چیکار باید بکنی. اوف کشتی منو بورا، کشتی. آرزوامو از بین بردی. دوبله شده در استودیو جن. خونه عزیزم. ولش کن. آی سرم گیج نره تو را پله. شما رو خراب میکنم، جاتون آسانسور میسازم. آی نه دلم نمیاد که. پیتر پن تو اومدی؟ دیر کردی. من خیلی منتظرت بودم، بزرگ شدم. اما عیبی نداره، بالاخره اومدی. بیا با هم پرواز کنی. واقعا که داد نزن بابا. تو خجالت نمیکشی تو تخت من چی کار میکنی؟ ببخشیدا تو پیش من چی کار داری؟ پرروییم حدی داره، زشته دیگه. ترمز کن بابا، درست حرف بزن. ندونسته اومدم. ببخشید ولی چطور ممکنه ندونی؟ اومدی این رونده زهردار به هم پیچیدی. بوی گند عطرم میده. چی کار کردی؟ کل شیشه عطر رو خودت خالی کردی؟ خودت هم نفهمیدی که تو خودت صبح منو اینجوری بغل کردی. در ضمن لباسای منم بوی تو رو گرفته. منو ببین، چیزی که نشده ها. خواهش میکنم. چیو خواهش میکنی؟ یه سوال پرسیدم، شد یا نشد؟ دست و پات که سر جاشونن، خدا رو شکر. ببخشید اما اگه تو دنیا فقط من و تو باشیم نمیشه، اصلا نگران نباش. من کجا؟ اتاقمو چی کار کردی؟ گوش کن، تو دیگه خیلی پررو شدی. من نبودم اتاقمو خالی کردی. عذر میخوام اومدم تو خونه خودم. اینجا خونه تو نیست، خونه منه. تو یه آدم زورگویی که خونه منو غصب کرده.
در نبود من از فرصت استفاده کردی، خودتو تو اتاق من جا کردی، اما من خونمو بهت نمیدم. وسایل من کجاست؟ پایینه. کدوم پایین؟ باورم نمیشه. جونور، تو لباس خوابی که من حتی دلم نمیاد ببینمش رو چجوری میذاری اینجا؟ اینا اینجا نخکش میشن، هیچ فکرشو نکردی آخه بی وجدان. شلوغش نکن، خیلی مواظب بودن تو جابجایی وسایلات. تو با چه حقی؟ تو با اجازه کی دست به وسایل من زدی؟ خودتو چی فرض کردی ها؟ تو کی هستی؟ آخه از کجا پیدا شدی برای جون من؟ باید ازم تشکر کنی، کار تو رو راحت کردم. جدی میگی؟ پس خیلی ازت ممنونم. ننداز، نکن، متشکرم. نکن لروکس، ببین لطف نکن کردی. لروکس، آروم باش. خیلی ممنون. نکن، بذارش. لروکس وایسا، نشون میدم. وایسا تشکر. دیگه، سب کن. وایسا، بکش کنار. چرا قفله؟ اونجا خصوصیه. اون تو چی هست؟ به تو چه؟ هرچی هست رو بهت گفتم، از اونجا برو کنار. ببین این آدم رفتار کن باشه. از اونجا میری کنار یا نه؟ اول اونی که دسته رو بذار کنار. ببین در رو باز میکنم ها. باشه خب میرم کنار، تو همونو بذار کنار لطفا. وضعیت ما رو باشه اول صبحی. منم همچین علاقه‌ای ندارم وسایل تو رو جابجا کنم. دعوا رو بیخیال شو، برو آماده شو. تو راه به وکیل زنگ میزنیم ببینیم راهی هست که کارا رو سریعتر پیش برد یا نه. تخت و کمد و بقیه وسایلم کجا؟ تو انبار تو حیاط. اونا رو برمیگردونی سر جاشون، شنیدی؟ برو حاضر شو که بریم لروکس. اینجا چی شده؟ آقا فرخ جون، خوبی این آقا فرخ؟ خوبم خانم عزمیه. اونم خوبه. مربه خوبی عزیزم؟ عزمیه ساعت چنده؟ چون نظمیه اومده پس 8:30. براوو به شما، براوو. میدونم جشن گرفتین، اونو فهمیدم، ولی چرا به من نگفتین اینو سر در نمیارم؟ آخه اینجا رو چطوری به این روز انداختین بچه ها؟ بابا یکم آرومتر، سرم داره میترکه. ترکه به امید خدا. عزمیه سر منم درد میکنه، میشه ببندی؟ بچه زود باشین، پاشین اینجا رو زودتر تمیزش کنیم. لروکس کجاست؟ نه بابا. لروکس تو کجایی؟ مردیم از نگرانی، نتونستیم جلوی براکو بگیریم، داره میاد پیشت. آه خدای من. الو براک. نه من خونه نیستم، خوبم ممنون، نگران نباش. نه نیازی نیست بیای دنبالم، من الان تو تاکسی هم دارم میام سر کار. باشه ببخشید، تورم تو دردسر انداختم واقعا. میبینمت. آقا براک به همه اینجوری اهمیت میده؟ یعنی چی؟ چون خیلی نگران توه، حتما میدونه دیشب دیر برگشتی خونه. با اون بودی؟ مروه و بورا کافی نبودن؟ دنبال قربانیای جدید عشق ممنوع هستی تو شرکت؟ اگه هم باشه قانون مشخص لروکس، یا اون یا تو، و تو این وضعیت ترجیح میدم اون بمونه. فهمیدم. مشکل تو با زناست. پایین. چی؟ گفتم پیاده شو، خودت برو شرکت. یه زن رو اینجوری وسط را نمیذارم، میدونستی؟ تو چه آدم بیادبی هستی واقعا. گفتم برو پایین. برو بابا، اصلا لازم نیست منو برسونی. بفرمایین آقای وکیل. کیه لیلا؟
آقای وکیل اومدن. خوش اومدین عزیزم. چی شده صبح به این زودی رو افتادی ها؟ وکیل دمیر ارندیل زنگ زد. گفت وقتی خونه رو فروختین مشخص نکردین که فقط سهم خودتون رو میفروشین. از شما شکایت کرده. اون واضح نوشته شده بود. درست نخونده. خب من چی کار دیدی کنم؟ خانم جون، هرچی از خونه گرفتی و باید جای غرامت پس بدی. خونه دسته گلمون مفرح. نمیتونه بره لیلا. نصفشو خرج کردم، نصفشم بلوکه شده. وای آره بلوکه شده. خب الان چی کار کنیم؟ به خدا من که نمیتونم برم زندان، روماتیسمم عد میکنه. وای منم وقت عمل دارم. بهترین دکترای پروتز نهایت تا 2 ماه دیگه وقت میدن. این دکترها همشون غیب شن. انگار مثل قبل یه دختر 20 ساله میشه. همه این بدبختی‌ها رو تا به سرمون به نظر من بریم معذرت بخواین. نیت خوبتون رو بهشون نشون بدین. حتما یه راه حلی پیدا میشه. معذرت بخواین. مواظب باشین. خدا فیروزه خانم خوبین؟ ولش کن تو اصلا نگران نباش. همیشه همینطوری میشه. بره گمشه. لرکس خانم خوش اومدین. بفرمایید. شما نماینده های شرکت هستین. چطور میتونید با همون لباسایی که دیروز اومدین سر کار امروز هم بیاین؟ چیه مگه؟ شما تا حالا تا صبح تو شرکت نموندین؟ کاش اول اینو میپرسیدین. چه کاری میکردین که انقدر مهم بوده و من خبر نداشتم؟ چه کاری بوده؟ باشه، ما دیشب رفتیم بیرون با دخترها یکم خوش گذروندیم. ممنونه. وسط هفته نریم بیرون اگه نمیتونین روز بعد بیاین سر کار. لرکس خانم حق با شماست. معذرت میخوام. دیگه تکرار نمیشه. ما دیشب داشتیم جداییمون با برو رو جشن میگرفتیم. قرار بود چند بار جدا بشیم ولی نشد. چون شما خسته بودیم بهتون نگفتیم، وگرنه باعث افتخار بود که باشین. من به شما نگفتم جداشین مروه خانم. گفتم تو این شرکت رابطه ممنوعه. جدایی تصمیم خودتونه. ولی شما ما رو مجبور به این تصمیم کردین. وقتی یه موضوع ساده رو تبدیل به یه مشکل کردین همون بهتر که جدا شدین. پیشنهاد میکنم خودتون رو با کار سرگرم کنین. راحت تر با این موضوع کنار میایین. آقا برو بفرمایید. آقا دمیر ببخشید مزاحم شدم ولی باید با خانم لروکس بریم به هتل آقا ییلدیریم برای پروژه جدید. حرفتون رو قطع کردم. اگه صحبتتون تموم شده میتونم برم آقای دمی؟ میتونین بریم. کاغذ دیواری رو کنسل کنیم و به جاش یه رنگ روشن بزنیم و همینطور میتونیم با طرح گلها و نمادها دیزاینش کنیم. برای سقف طرحهای خاص بزنیم. برای هر اتاق یه موضوع متفاوت. جنگل، دریا، آسمون. پیتر پن، تو اومدی؟ انگار با فکر کن. به جزئیات بیشتر فکر کن. یه جورای اتمسفر به وجود بیار. این آدم تنظیمات منو به هم ریخته. حداقل آرزوامو ول کن. الو خانم لروکس، آقای دمیر اول خونه بعد شرکت الانم هتل. این آدمو اگه با تنابم به خودم بسته بودم نمیتونست اینجوری دنبالم بیاد. به امید دیگر.
روز بخیر. روز شما بخیر. واقعا که چی شده لروکس خانم؟ جای دیگه نبود خوشگذرونی کنی؟ این هتل مشتری ماست. اون خانم هر کسی میخواد باشه، به من ربطی نداره. هر کاری میخواین بکنین برین یه جای دیگه. مدیر روابط عمومی بود. چی؟ اون خانم مدیر روابط عمومی بود. با مدیر روابط عمومی؟ واقعا باور نمیکنم. مزخرف نگو. آقای یلدریم خواست با هم آشنا بشیم. منم برای اینکه از جزئیات پروژه با خبری صدات کردم. ولی بهت کلید داد که. برای اینکه اگه خواستیم اتاق رو ببینیم. آها. بله. آقای یلدریم منتظر شما، بفرمایید. خیلی ممنون. دیگه چیه لروکس خانم؟ بورا کجاست؟ اگه از نظر شما اشکالی نداشته باشه فرستادم شرکت نقشه ها و اندازه‌های هتل رو بهمون ایمیل کنه. بریم دیگه، دیر شد. چی کار میکنی فرخ؟ تو زیادی راحتی. با آدمو به این راحتی قرار میذاری؟ تو هم با اینکه کسی نشناست دینا به فکر رسی. داداش من داستانای پلیسی زیاد میدونم. آفرین، حسابی به دردت خورده. روزنامه رو بیار پایین، اون عینکم در بیار. اون قدم خیلی نیستم که با اونا اینجا قرار بذارم. تو گفتی درباره عکسای دیروز یه فکری کردم، با اونا حرف میزنم. فرخ، آدمایی توی عکس‌ها بچه نیستن. بفهم، فکر کن، ما براشون تله گذاشتیم. چرا نمیفهمی؟ بزنیم به چاک. فرار کنیم. کجا فرار کنیم؟ بریم مکزیک؟ اونجا رو دوست داری؟ هوس صدف کردی؟ ما نابود شدیم پوراک. حتما حالا به خاطر عکس‌ها میخوان از همون باج بگیرن. پس منتظر چی هستن؟ نمیدونم. خودم نمیدونم، ولی به زودی صداش در میاد. تا اون موقع فقط یه کار از دستمون برمیاد. بفهمیم کی هستن؟ پیدا کردن خائن. یه خائن تو شرکت داریم. خیلی خوشحالم دارم با شما همکاری میکنم. من کار شما رو از پروژه‌تون تو ژاپن دنبال میکنم. خیلی ممنونم. شرکتی که قبلا باش همکاری میکردیم متاسفانه صاحب بعضی از ارزش‌ها نبود. سود که نکردیم هیچی، ضررم کردیم. متاسفانه همینطوره. شاید حیف. ضعف اخلاق کاری موفقیت از درون نابود میکنه. ولی منابع شما کامله. اعتبارتون معلومه. مشخصه که با استعدادین. خیلی کنجکاوم ببینم چی کار میکنه. با استعدادترین طراحای ما کارشون روی پروژه شما شروع کردن. لروکس خانم، میخواین آخرین وضعیت رو به آقای یلدریم توضیح بدین؟ من وقتی گفتین مهمونی تو هتل، موندن توی هتل مثل دیدن یه رویاست. یه زوج اینجا میان تا رویاشون رو ببینن و دوباره برمیگردن خونشون. خب این منظره چرا تو طراحی اتاقا نباشه؟ چرا وقتی از خونه میایم بیرون دوباره بریم یه جایی که شبیه خونمونه؟ فکر جالبیه. ادامه بدین. میشه تو دیزاین بعضی از اتاقا طرحهای قوی تری زد. جنگل، آسمون، فضای شب وقتی که بیرونیم. نظر شما چیه؟ اگه اجرا بشه مورد تکی میشه. البته خیلی واقعی ترم خواهد بود. قربان خیلی معذرت میخوام، ببخشید همین الان تمیزش میکنم. نیازی نیست. یکی دیگه رو صدا کن. میتونی بری. چشم قربان. باز ازتون معذرت. نه اشکالی نداره. همین الان. بس باشه دیگه، برو. همین الان یه قهوه دیگه براتون این میارم. دیگه ربطی به تو نداره. برو حسابداری کارات انجام بدن. از فردا دیگه لازم نیست بیای. ولی قربان هیچ مشکلی نیست، فقط چای ریخته. قدیمی‌ها یه چیزی میگن. روشی که شخص کارش انجام میده نشون میده استعدادش تو بقیه کارا چطوریه. بهترین راه اینه که مشکل رو قبل از اینکه مشکلات بزرگتر ایجاد کنن حل کنین. درست میگم؟ اگه ریسک پذیر هستین شاید. نه متوجه نشدم. مشکلای کوچیک میتونه با آموزش به کارکنان حل بشه، اما کی و کجای کارمند جدید اشتباه میکنه رو نمیتونید بفهمید. در ضمن اگه قرار بود با هر اشتباه کوچیکی یکی اخراج کنین، اینطوری باید هر هفته یه سری کارمند جدید استخدام کنین. من نمیخوام همچین ریسکی رو قبول کنم. میدونین هر وقت من از یکی میپرسم حق دارم، اطرافیانم بهم میگن حق با شماست آقای یلدریم. شنیدن فکرای متفاوت خوبه.
جسارت این که اینو گفتینم خیلی بهتره. دوبله شده در استودیو جن. چه آدم بی وجدانیه. بچه یه چایی ریخت. چی شد؟ یه چایی ریخت. چه اتفاقی افتاد؟ آخه بگو تو قصر بزرگ شدی پدر جان. اگه میخوای ادبشم کنی بذار بعد حداقل جلوی ما این کارو نکن. مثلا میخواست چی رو ثابت کنه؟ که بگه من رئیس فوق‌العاده‌ای هستم؟ اصلا از اینجور آدما خوشم نمیاد. از آدمای ندید بدید متنفرم. به خدا رئیس بودن که هیچ، پولدار بودنم بهش نمیاد. بی ادب. لروکس واقعا از این همه انرژی منفی سردرد گرفتم. منم سردرد گرفتم. از صبح تا حالا به خاطر تو نتونستم یه قهوه بخورم. نه نمیتونی منو دوباره پیاده کنی. به خدا دیوونه میشم. همینجوریشم خیلی خستم. نمیتونم راهو عوض کنم. باشه لروکس وایسا. ببین دوای دردت. آی خدایا این بو مثل بهشته. برو بخر. منم ماشینو پارک میکنم میام. تو چی میخوری؟ نمیخورم. حالا یه قهوه بخوری چی میشه؟ چیه اینم خلاف قانونه؟ چی میشه یکم از این خشکی در بیا یا منم دیوونه نکنی؟ باشه خب میخورم. باشه حله. دبل ریسترتو بهشون بگو برام با شیر بادوم درست کنم. 2 تا تیکه یخم بندازن 3 تا نشه. با شیر بادوم یادت موند؟ فراموش نمی‌کنی که درسته؟ معلومه نه. خوبه. میخواد یه قهوه بخوره، یه پاراگراف سفارش میده. نه از این نریز از اون بریز. وای چه افاده ها. یه جوری میخواد واسه من کلاس بذاره. نه متاسفانه شیر بادوممون تموم شده. اشکالی نداره با شیر معمولی درست کنی. حالا خیلی فرقش هم میفهمه چیه. اون فکری که با آقای یلدیریم گفتی و چجوری میخوای عملی کنی؟ بهش فکر میکنم. پیشنهاد میکنم مثل یه آدم بالغ فکر کنی. منظورت چیه؟ منظورم اینه که کودک درونتو کنترل کنی. امیدوارم موفق بشی. آدم و خلاقیتشون و مدیون کودک درونشون هستن. میدونی که ما طراح هستیم. هم میخوای چیکار کنی؟ یه ممنوعیت دیگه اضافه کنی؟ زندگی کردنم ازمون بگیری؟ من طراحی‌های ساده و شیک میخوام لراکس، نه بچگانه. میگم من اینو خوردم اما طعمش برام عجیب بود. انگار با شیر بادوم درست نکرده بودن. ای وای، پس با بادوم طبیعی درستش نکردن. اگه خوردی زودتر پاشو بریم. هم میگی خوشم نیومد هم تا آخرش خوردی. ببخشید منم به قهوه نیاز داشتم. پاشو. تو هم که هیچی رو نمیپسندی. قهوهش بده. من شیر گاو دوست ندارم. شیر بادوم باشه. چیزی مناسب مزاج آقای محترم پیدا نکردم. بحث مزاج نیست لروکس. من به شیر آلرژی دارم. برای همین گفتم شیر بادوم که اذیتم نکنه. شیر معمولی بخوری چی میشه؟ اسپاسم گلو، تنگی نفس، یعنی شوخی نیست. دمیر آروم باش. آروم باش دمیر. چیزی نیست نگران نباش. وای کمکم کنین. کمک. یکی آمبولانس خبر کنه. الان زنگ میزنم آمبولانس. نگران نباش. الان زنگ میزنم. وای معذرت میخوام. تو رو خدا منو ببخش. آروم باش. کار کردم و خیلی بود. پس این آمبولانس چی شد آخه؟ وای خدا. باشه هو نکن. آروم باش. ازت معذرت میخوام. آقا دمیر الان چه حسی داری؟ انگار مسموم شده. نگران نباشید، شکر خدا خوبی. معدتون رو شستشو دادیم، بهتون سرم زدیم، اکسیژن هم دادیم. چند ساعت من اینجا؟ 2 ساعت پیش دوست دخترتون آوردتون بیمارستان. واقعیتش ما بیشتر برای اون نگران شدیم. دختر بیچاره همش گریه میکرد. میتونم بگم همه جا رو به هم ریخت. آره یکم شلوغ میکنه. فقط یه چیزی، دوست دخترم نیست. هرچی بگذاریم. این هفته آب زیاد بخورید. سعی کنید غذای سبک بخورید. بلا دور باشه. ممنونم.
بیدار شدی؟ حالت چطوره؟ الان دکتر رو صدا وایسا میکنم. نمیخواد. با دکتر حرف زدم. چطور کی؟ وقتی تو خواب بودی لروکس. دمیر من واقعا ازت معذرت میخوام. خیلی متاسفم، کم مونده بود بمیری. البته این همه چی رو حل میکرد، اما من نمیخواستم کاری کنم تو بمیری. من آدم بدی نیستم، باشه؟ حق نداری منو یه آدم پلید جلوه بدی. واقعا که لروکس تو این وضعیت هم ولکن نیستی؟ تقصیر خودت دیگه، باید از اول میگفتی. جای اون همه جزئیات الکی میتونستی بگی لروکس من به شیر آلرژی دارم، همین. خدای من لروکس ساکت شو، خواهش میکنم ساکت شو. ببین من از آلرژی جون سالم به در بردم، ولی تو با این حرف زدنت میتونی آدمو بکشی. ها خیلی بانمکی. من خیلی ترسیده بودم، خیلی. الان است که همه جام جوش بزنه تا برسیم بیمارستان. باشه خواهش میکنم ساکت شو. میبینی که خوبم، مشکلی نیست، زنده. بعد بریم سر کار، دیر شده، را بیافریم. بیا به من تکیه بده. نیازی نیست، خودم میتونم. به من تکیه بده. گفتم نه دیگه لروکس. ما همه مغازه هایی تو شیشلی رو فروختیم لیلا خانم، همه رو فروختیم. کدوم مغازه ها؟ من با کی حرف میزنم دیگه؟ هیچی برامون نمونده، هیچی نداریم که بفروشیم. نه عزیزم، همچین چیزی امکان نداره. بابامون فقط یکی دوتا واحد یا یکی دوتا مغازه نداشت که کلی زمین داشت. ببینم 2 سال پیش کی ما رو برد تور جنوب فرانسه؟ سرزمینای بالتیک، لذت کوچه ایتالیا. کی بود ما رو میبرد اونجاها؟ ها فکر میکنی با کدوم پول تونستیم اینجاها رو بریم؟ ها جدی؟ ما زمینارم فروختیم؟ نه عزیزم، مگه با یکی دوتا تور پول 4 تا زمین تموم میشه؟ نه جون. خب عملای منم بهش اضافه کنم. البته من از فروش خونه کم پول دارم تو بانک، اما بلوکه شده. برای اون خونه هم از ما شکایت کردن، درخواست غرامت میدن. فقط همین خونه مونده که بفروشیم و غرامت ها رو بدیم. منم همینو دارم میگم. نمیشه، اصلا نمیشه. بابامون وصیت کرده تحت هر شرایطی این خونه رو نفروشیم. فیروزه حالا وصیت بابامون به کنار، این خونه رو بفروشیم آواره کوچه و خیابون میشیم خواهر ما. وای خدا خودش بهمون رحم کنه. آقا دمیر خوبی؟ زیاد خوب به نظر نمیاینا. آقا دمیر میخوایم بشینین و صحبت کنیم؟ به نظر منم حالم زیاد خوب نیست، میدونم. الان همه به من خوب گوش کنید. این مشتری فقط تو ترکیه نیست، صاحب چند تا کلوپ بزرگ تو اروپا هم هست. میخوام بگم اگه اون و بی احترامی قابل تحمل نیست. اگه کسی بینتون هست که به مسائل دیگه، مسائل عشقی و مشکلات زندگی خصوصی گیر بده و بخواد کار رو پشت گوش بندازه، همین الان از اینجا بره. از این لحظه تموم فکر و ذکرتون رو میذارین روی کار. حرفم همینه بود. سوالی نباشه. اعتراضی نمیخوام. کار کنیم. لروکس خانم بیا اتاقم. به خودم قول داده بودم حرفی نزنم، ولی نمیتونم تحمل کنم. چرا این کارو میکنی؟ چرا زندگی آدما رو زهر مارشون میکنی؟ به تو چه؟ آخه به تو چه؟ اون آدما عاشق همن. این بچه دیروز پیشنهاد ازدواج داد، اما تو پیدا شد و یهو همه چی رو نابود کردی. این آدما گناه ندارن؟ اصلا چیزی به اسم عذاب وجدان نداری؟ تموم شد؟
خوبه. به قولی که اول به خودتون دادین وایسین و فضولی نکنین لروکس خانم. برای هر کسی تو زندگی موقعیت پیش میاد که باید انتخاب کنه. این امتحان اوناست، به شما ربطی نداره. نه، این امتحان نیست. این قانون مزخرفیه که تو گذاشتی. بله دیگه، تو این شرکت یه سری قوانین هست. قبلا نبوده، برای همین داشتین ورشکست میشدین. اگه نتونیم مشکل رو حل کنیم، فقط اون دوتا نیستن. کار همتون تو خطر میفته. من فقط یه چیزی رو نمیفهمم. اینو به هم بگو لطفا. اگه با هم بودن تمرکز اونا رو به هم میزنه، جدایی روحیه اونا رو بهتر میکنه؟ عذاب شکست عشقی راندمان کارشون رو پایین نمیاره؟ اینجوری مدیریت میکنن؟ باید روی کاری که میکنن تمرکز داشته باشن. بهترین راه پشت سر گذاشتن خشم و ناامیدیه. در ضمن روی با واقعیت به آدم نیرو میده. اون واقعیت چیه؟ واقعیت اینه برای اینکه به هم برسن حاضر نیستن چیزی رو فدا کنن. آدم تو زندگیش نمیتونه هر چیزی رو توی لحظه به دست بیاره. قانون قانونه، باید تابعش باشیم. گفتم کار و زندگی شخصیتون رو با هم قاطی نکنید. این شامل حال شما هم میشه. زودتر برای خودت یه خونه پیدا میکنی. تا وقتی هم پیدا نکردی تو هتل میمونی. آخر هفته وقتی من نیستم میتونی وسایلتو ببری. میخوام زودتر تو خونم آرامش داشته باشم، میفهمی؟ نمیخوام بیشتر از این صبر کنم. ببین اون چک هنوز روی میزه. میتونی برش داری یا میتونی برش نداری. اما از امشب یه زندگی جدید رو شروع میکنی. خودت تصمیم بگیر چطوری میخوای زندگی کنی. چیزی که با آقای لیریم گفتی درست بود. من تو این شرکت با استعدادترین نیرو هستم. در ضمن مشتری منو شناخت، کارای منو پسندید. به خاطر همینم نمیتونی منو نه از کارم نه از خونم بیرون کنی. وقتی برگشتم خونم میخوام همه ی وسایلم سر جاش باشه، وگرنه بدجوری حالتو میگیرم. گفته باشم. بس دیگه دمیر. به خودم یه قولی داده بودم، اما فکرشم نمی‌کردم اینقدر سخت پاش وایستم. این قولت ربطی به خانواده‌ات داره؟ پسر تو چرا میخوای اون خونه رو بخری؟ مشخصه برات اومد نداشته. همه اون خاطره ها چه نیازی از زخمای قدیمی رو باز کنی؟ به خدا که هنوز فرصت نشده اون خاطرات رو مرور کنم. وداد چی؟ پس مشکل اون دختر است که تو خونه است. اسمش چی بود؟ لروکس بود؟ لروکس همه چیز سخت‌تر میکنه. همه جا هست. تو خونه مقابلمه، تو شرکت مقابلمه. اصلا میدونی چیه؟ ممنوعیت روابط تو شرکت و دخالت کردن تو عشق میدونه. میگه روحیه‌شون رو میارم پایین. این حرف آخر. خب پسرم اونم اذیت میکنه، واسه همین اعتراض میکنه. منو ببین، این با هر کی دوست باشه برمی‌داره میبره خونه. باز تو نمیتونی راحت باشی. کی؟ لروکس؟ آره. وداد ولمون کن تو رو خدا. کی با اون دوست میشه؟ البته چون تو اون دختر رو نمیشناسی داری قشنگ نظر میدی. روانی اون دختر دیوونه است، نمیشه کنترلش کرد. دختر مشکل داریه، خود مختاره، هر کاری دلش بخواد میکنه. لجبازه، اون بازی که تو عیت بسته دقیقاً مثل اونه. همینو بگم. ما چرا بوراکو وارد بازی نمی کنیم ها؟ بره به باباش بگه اون مدیر جدیدی که آوردی دیوونه است. آها باشه عزیزم، اونم فوری آقادمی رو بفرسته بره پسرش رو رئیس کنه. بعدش من با بورا ازدواج میکنم، تو هم با مدیر جدید براک. پایان خوش. یه لحظه، من چرا باید با براک ازدواج کنم؟ نفهمیدم. دخترا دهنتون نه، دستتون کار کنه. ول کن لروکس، همه میدونیم تو عاشق براکی. به نظر منم زوج خوبی میشین لروکس. واقعا که تو هم؟ نمیدونم فهمیدین یا نه، ولی تو شرکت رابطه های عاشقانه ممنوعه. گفتم قبل اینکه عاشق بشین یه بار دیگه بهتون بگم. آره درسته. دکتر واسه مریضی خودش دارو نداره، برای بقیه میخواد نسخه ببیچه. اگه میخواین تو اون شرکت تحول ایجاد کنین، اول از رئیس شروع کنین. اگه اون تو شرکت عاشق کسی بشه، ممنوعیت روابط هم حذف میشه. وای داداش روزای، آخه تو شرکت کیو داریم باش دوست کنیم؟ کدوم زنی عاشق اون میشه؟
هرزمون اصلا استعداد عاشق شدن داره؟ اون آدم مثل رباته، زندگی نمیکنه. این ژاپنیا یه ربات درست کردن به عنوان رئیس، دادنش به ما. روشنه. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ هیچی، توی خونه همش دعوا میکنین ولی نمیتونین جدا بشین. یعنی مجبورن همش کنار هم. به خدا شاید بشه. نه 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 اصلا نمیشه. واسه دوست مرغ خام میشه خورد ولی اینقدرم دیگه زیادیه. اونم درسته، تو هم حق داری، ولی اگه اینقدر خشن نباشه خودش خوش تیپه. وای التماس میکنم. در اصل من التماس میکنم. همچین چیزی نمیشه. نقشمون مشخصه، عملیات چیتا. من خستش میکنم، از خونم میفرستمش بیرون، بعد تو شرکت با هم دیگه شیری که از مادرش خورده رو از دماغش در میاریم. آره تا اون موقعم منو برا به تاریخ. وای خیلی میبخشید ولی چیزی که میخواین اینه. وای تو چجوری میخوای این آدمو خسته کنی، از خونه بندازیش بیرون؟ تو که چیزی دربارش نمیدونی. مثلا بدونم چه کمکی میکنه. هر چی دوست داره برعکسشو انجام میدی. پسر پاشو بریم یه جایی، یه غذایی چیزی بخوریم. تو هم دیگه این همه نخور، بسه، برات خوب نیست. من غذامو تو خونه میخورم، تو خونه خودم. تو هم میای؟ خونه کلن مال تو بشه میام. الان مزاحم دختر بیچاره نشیم. درسته دختر بیچاره. البته اول کارو حل میکنم، بعدم غذا درست میکنم. من میرم. چیزایی که تو الان فهمیدیم اینه که آهنگ کلاسیک دوست داره، بیشتر پیانو البته، و عاشق قرن 19 از سرخ کردن خیلی خوشش میاد. شوگان و تنیس بازی کرده، حتما اسکوش هم بازی میکنه. چیزایی که میخونه کتابای کلاسیکه و دومین شروع داره میخونه. الان برعکس اینا چیه؟ من چیکار کنم؟ خب مثلا تو خونه باید با صدای بلند رپ گوش بدی، کتابای ارزون رمانتیک بخونی، غذاهای بد بپزی، مخصوصا از اونایی که بوی خیلی بدی میدن. پس میگی آدم حال به همزنی باشه. وایسا ببینم، اینا که همه خصوصیات منه. یعنی من آدم حال به همزنیم؟ نه بابا با تو نیستم که. من از من بودن در میام، اونو میگم. مگه نه داداش اوزار؟ تو دیگه تو نیستی، تو یه جنگجویی. گفتی عشق نباشه جنگ میشه. خب بیا اینم جنگ. با حرفای الکی کار پیش نمیره خانم. یه دونه از اون عطرای بدبو پیدا میکنی و همش به خودت میزنی. یعنی چی؟ دمیر وای خدایا. وسایلم. چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اون بیوجدان تو رو گذاشته اینجاره؟ اینجا گربه تو رو میخورن. دمیر در رو باز کن. دمیر در رو باز کن. کی تو؟ تخت خوابم، کمدم،
نذاشته سر جاش حال به هم زن. باشه خودت خواستی دمیر ارندیل. نشونت میدم بیرون گذاشتن وسایل منو بیرون انداختن من یعنی چی. دمیر! دمیر! ببین این خونه رو سرت خراب میکنم. اینو خودت خواستی. تو همینجا بمون چی. یه بار دیگه اصلاً به هیچ وجه تحت هر شرایطی به ماهی من دست نمیزنی. این یک. در ضمن اینجا خونه منه. عوض کردن قفل که چیزی نیست. اگه در قلعه‌ام نصب کنی من شاخ بز میشم میام تو. این دو. نه ساکت نمیشم. اصلاً به من اینجوری نگاه نکن. همه اینا تقصیر خودته. اگه درو برون باز میکردی این اتفاقا نمیافتاد. دوبله شده در استودیو جری. ولم کن. وایس دیگه وایس. ولم کن دمیر. ولم کن. بذارم زمین دیوونم نکن. گفتم ولم کن. پلیس خبر میکنم. پلیس کمک. لروکس چند تا قرص خوردی؟ لروکس میگم چند تا قرص خوردی؟ ای خدا. هیته کی؟ خوش اومدی. تو خوش اومدی. چطوری؟ حالا تعبا نداری؟ ها چیه دلت خواست؟ عزیزم این چیزا دیگه دموده شده. زنا دیگه دنبال عضله نیستن، دنبال هوشن. میخوای چیکار کنی؟ ماموت شکار کنی باهاشون؟ اجازه میدی؟ نه بفرما.